ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، حالا از سلسله خوانش بدیعی داستان استاد صدرالدین عینی داخونده را شنوید. گفتار 17. عروس را به خانه داماد می بردند، از سرای برآمده رفتند. یادگار غرق این تماشا شد، اما هنوز یقین نمی دانست که بایموتی زنده است یا مرده. همین قدر را می دانست که در میان جمعیت از وی اثری نیست. در همین وقت سرایبان آمده از گریبان یادگار گرفت و به طرف دری سرای کشالش کرده. در این سرای بی کس در این وقت چی کار میکنید دوست؟ گفت. یادگار از این دهشت و تهمت سرایبان در ترس و قهر افتاده. من بایموتی کار داشتم، گفت. بایموتی به آن دنیا رفت. اگر کار از ضرور باشد تو هم زود از دنبال وی رو. گویان سرایبان یادگار را از در سرای برآورده پیش کرد. دیگر به یادگار شکی نمانده بود که بایموتی مرده است. اگر اول به این معامله سخت سرایبان از وی رنجیده باشد هم، به سبب این خبر خوشش در دل خود از وی خوشنود شد. یادگار حتما خرسند بود. وی به ضمن اینکه در بدل 1 ماه برای 15 تنگه از 5 تنگه فایده دادن خلاص شده است، از دیدن خلطه خط چوبدار و شنیدن دیروز باکی امروز باکی که اینها را از هر چیز بدتر دیده بود نیز رهایی یافته است. اکنون این ماهانه تماما به کیسه خودش میماند. یادگار امروز را مست این خوشبختی ناگهانی شده گذرانید. شب هم آسوده خوابید و مانند شب‌های پیش در خواب خود آواز شومی دیروز باکی را نشنید. فردای آن روز به مشق هم با شوق تمام رفت. در بازگشت مشق به منزل خود آمده ملتق را به میخ دیوار حجره‌اش آویخت و کلوچه سربازیش را کشیده از در حجره برآورده میخواست که چنگ و خاک وی را افشاند. از در سرای یک مردی با سولت جامعه بنارس پوشی دستار کلاندار در آمد. یادگار در تعجب افتاده به دل خود گفت: در این سرای افلاس که غیر از سربازان اجاره نشین و خران دهقانان دیگر جانزادی به اینجا نمی در آمد، این شخصی با سولت چی می کرده باشد؟ یادگار با این تعجب از افشاندن کلوچه خود باز ایستاده با آینده درستتر دقت کرده چشم انداخت که در بغلش یک خلطه خطچوب هندوگی دارد. تعجبش باز زیادتر شد. بایموتی مرده بود. اگر زنده می بود هم به این قیافت به قیافت ملایی نمی گشت. هیچگاه دیده نشده است که در بخارا هندوی با سله گردد. چه جایی به قیافت ملایی گشتند؟ دیگران که بایموتی چشمانی سیاهی کلان، چهره سیاهچه، لبهای قص و ریش غولی رسیده ای داشت. چشمان این آدم باشد کبودتاب، رنگ رویش سفید، لبهایش تنوکی بیخون و ریشش تار تار است. اندک پرزده روی و داغ کنجدک هم دارد. یادگار به خود اندیشید. دور نیست که در وقت مردن بایموتی با وجودی بیمار نشدنش خدا قفل دلش را گشاده باشد و او ایمان آورده مسلمان شده باشد و خدا او را بیازموده به وی قیافت ملایان مسلمان را داده باشد. وی برای غمداشته گرفتن نسیه های خود دوباره به دنیا با این قیافت آمده باشد. در واقع روزی مردن او بچگان به در سرای بیگناه رفتی گفته بازی می کردند.
مگر این سخن را خدا به زبان بچگان انداخته بود است که در بیان حال بایموتی می گفتند وگرنه هیچ مسلمان زاده هندو را بیگناه رفتی نخواهد گفت. این وسوسه در خیال یادگار رنگ حقیقت را گرفت. دیگر به دیدن روی این هندوی سلناک طاقتش نمانده خود را به درون حجره کشید. هندوی سلناک بعد از چند دقیقه بر روی سرای راست ایستادن باز به در سرای رفت. رحیم زودتر بیا، به من نشان ده. رحیم روغنگر خوش تقصیر، حاضر گفته آمد و هندوی سلناک را همراه خود با نردبان به آشیانه دویمی سرای برآورده به در حجره یادگار آورده. همین است قرضدار بایموتی، گفته یادگار را نشان داد. هندوی سلناک خلطه خدچوب را از بغلش برآورده خدچوب ها را یک یک از نظرش گذرانید و از میان آنها خدچوبی را گرفته چیزی در وی نوشته شده را خوانده به یادگار نگاه کرده. تو از بایموتی 20 تنگ قرضدار بودی؟ این پول را کی میدهی؟ من، یادگار گفت، از وی 15 تنگ قرضدار بودم. به این 15 تنگه در یک ماه 5 تنگه فایده دادنی بودم. تا حال تنی پول را دادم، اکنون به گردن من تنها 5 تنگه فایده پول مانده است. این گپ ها بخیه نمی خورد. اگر تو تا حال چیزی می دادی در خدچوب اشارت می شد و حال آنکه در این خدچوب یگان خط هم کشیده نشده است. عجب نیست که این خدچوب به نام کسی دیگر باشد و یکی از خدچوب های خط کشیده شده از آن من باشد. این ممکن نیست. خدچوبی هر کس به نام خودش با خط هندوگی خودی موتی نوشتگی است و اینها را ما به بای ارجی هندو که خط مسلمانی را هم خوب میداند ترجمه کننده نویساندیم. همین خدچوبی بی خط به نام یادگار است. مگر نام تو یادگار نیست؟ گرسوخته موتی خط نکشیده است، گفته مرا نسوزان تقصیر. یک گورش اون طرف ایستد خودی موتی هم سوخته رفت. همه این نقد و نصیحه وی پادشاهی شد. به حساب جناب عالی گذشت. اکنون قرضخواهی تو موتی نیست که منکر شوی و با گوشن پرزوری خود را خلاص کنی. حالا از طرف جناب عالی این مبلغ را ایشان قاضی کلان از تو طلب دارند. حق جناب عالی تا حال هیچگاه و به هیچ کس نسوخته است و بعد از این هم نخواهد سوخت. باید بدهی و سلام. گپ را دراز نکن. سربازانی در آن سرای استقامت داشته هم به سر جنجالگون شده بودند. یادگار: من به بایموتی پول را به خانه تاریک ندادم. هر باری که می دادم اینها خبر داشتن، گفته به سربازان و به رحیم اشارت کرد. آنها هم راست می گوید، گفته سخن یادگار را تصدیق کردند. هندوی سلناک یک باره شوریده: های همه شما شریعت دان بودید. تا حال این را نمی دانید که گواهی دادنی مانند شما بی نمازان در پیش شریعت هیچ اعتبار ندارد. معلوم می شود که همه شما یک زبان شده می خواهید حق جناب عالی را بخورید. همه شما را برای این گواهی بر دروغتان جزا دادن در کار است. رحیم دید که خودش هم به تگ تهمت مانده ایستاده است. به یادگار نگاه کرده گفت: بیا اکنون راضی شو. یک ماهانه از دست رود میلش، تنت صحت باشد باز پول میابی. خوب تقصیر، روزی ماهانه میدهد. بسیار خوب. هندوی سلناک گفت: من تو را میدانم رحیم. اگر در روزی ماهانه ندهد، من سرای تو را پادشاهی کرده حق جناب عالی را میرویانم. رحیم خنده کرده: ضرر ندارد. خودی این سرای هم از آن ایشانی قاضی کلان است. من مانند یک سرایبان در اینجا اجاره داری میکنم. سرای نیو خانت یا اسباب خانت هر چی باشد، اگر این ندهد من میتوانم که هر نوع کرده از تو رویانم. گفته هندوی سلناک رفت. پس از رفتن هندوی سلناک یادگار به رحیم گفت: مگر بایموتی وارث ندارد که با وی گپ زده پول را تنگ رانیم؟ وارث داشته باشد هم در ولایت خودش در هندوستان است. هر هندویی که در بخارا بمیرد مال وی پادشاهی می شود. از روی شریعت از مسلمان آباد به کافر آباد میراث دادن درست نبوده است.
اگر به طالی تو به بالای این کار یگان کسی دیگر می آمد، اینقدر به تو زور نمی افتید. همش نباشد هم یک مقدارش را کم می کنانیدیم. لیکن با این آدم گپ زدن نشستن بیفایده است. این را عبادالله مخدومی ترکچی می گویند که در ظالمی نام برآورده است. حق صغیران را من سرشته و حسابی می کنم گفته همش را می خورد. اگر یگان آدم بمیرد، پسری برکمال نداشته باشد، وارث داشتنش ثابت نشد گفته همه چیزهای او را پادشاهی می کند. اگر کسی به میانه درآید، به وی یگان تهمت کرده به بلای گرفتار می کند. ندیدی که قریب بود به من و به این سربازان تهمت کرده ما را هم به قطار تو به قاضی خانه کشد. ایشان قاضی کلان چرا به این گونه ناحق کاری های این آدم گپ نمی زنند؟ هی داخنده، هنوز تو ساده بودی. مگر تو ندانسته ای که آب از بالا لای است؟ این همین گونه کارها را به کلانان خوش می آید، درآمد بسیار می شود، خودم هم از یک لبش می خورم و مرتبه هم کلان می شود گفته می کند. یادگار چی بودن این کار را فهمید و برای به کیسه ندر آمده از دست برآمده رفتن یک ماهانه آیندهش افسوسی بیفایده می خورد. فصل 17. زندان. یادگار بعد از به ترکچی دادن همه ماهانه خود به حجرش آمده مانند قماربازی که همه چیزش را باید داده باشد به گوشه نشسته به اندیشه و خیال فرو رفت. به دل خود می گفت من با چه امیدها سرباز شده بودم و از پیشم چه فلاکت ها برآمد. من از دست عظیم شاه گریخته به دام امیر افتادم، گویا از باران گریخته به ناودان دوچار گردیدم. من با این دلخوشی سرباز شده بودم که با ماهانه این روزم به خوشی می گذرد و خودم هم راه دسته به کوهستان رفته به درزی که عظیم شاه به من دست یافته نمی تواند به محبوبه دلارام خود خواهم رسید. حیفا که از لای گریخته بلای دان افتادم. یادگار این گونه حسرت و ندامت ها را از دل خود می گذرانید و برای یافتن برآمدگاه این کوچه پیش بسته راه می جست. یک راه است: گریختن. از سربازی همین قدر فایده بردم که ملتق پرانده می توانم. ملتق پادشاهی را به دست گرفته گریختن در کار است تا که در یک ناآمدی کار به من کار آید. این گفت و کلوچه و چلوار سربازی را در حجره گذاشت، ملتق را به دست گرفت و گشت روز از دروازه سلاخانه بخارا برآمده از بالای دیهه سیپولان، کفترخانه، فاشون و خومین به چولی قرشی نگاه کرده به در رفت. وقتی که یادگار از سرای می برآمد، دیگر سربازانی که در آنجا استقامت داشتند در سرای نبودند. بیگاهی یکی از آنها از نوبتدار آمده خواست که یادگار را ببیند و چی معامله کردن ترکچی را به او درباره رویانیدن پول هندو بفهمد. یادگار در حجره‌اش نبود. از رحیم روغنگر کجا رفتن او را پرسید. گشت روز ملتق به دست برآمده رفت. گفت رحیم من به کجا می روی؟ به لباس نظامی گفته پرسیدم. پیش اوستا برای درست کنانیدن ملتق هم گفته جواب داد و گفت که ماهانه به تهمتی بایموتی رفت. اکنون برای درست کنانیدن ملتق هیچ نباشد 2 تنگه از اوستا هم قرضدار می شوم که این بالای سوختن مکاب است. همه‌شان باور کردند که یادگار پیش اوستا رفته است. شب شد اما هنوز از یادگار خبر نیست. رحیم در شبهه افتاد. مبادا این بیعقلی کرده نگریخته باشد. اگر بی ملتق می گریخت کور شود بود. اکنون که ملتق پادشاهی را گرفته گریخته است، عقب این کار بعد می شود. احتمال من و شمایان را هم سخت گیری کنم
گفت رحیم به سربازان دیگر. خب چی باید کرد؟ سربازی گفت چاره به یوزباشیش رفته خبر دادن است. گفته رحیم و سربازی همسایه حجره یادگار را برای خبر دادن این کار پیش یوزباشی فرستاد. بعد از 1 ساعت شاگرد پیشگان خوشبیگی به نام قاضیان و حاکمان برای دستگیر کردن یادگار سربازی گریزه خطی کشاده گرفته به 4 طرفی مضافات بخارا اسب دواندند. پیش از آن که یادگار از قراول نام منزلی چولی قرشی گذرد، یکی از این خطها به سرکرده‌ای که با دسته خود در آنجا راهداری می کرد رسید. نوکران این سرکرده هم برای دستگیر کردن سربازی گریزه 2 4 به هر طرف چول پهن شدند. یادگار به 2 نفر نوکر میلتقدار دچار آمد. اگرچه برای خلاصی خود میلتقش را 1 بار خالی کرده باشد هم تا دوباره با سم پر کردن آن میلتق دستگیرش کردند و دستش را با پشتش بسته میلتق دزدی را به گردنش آویخته پیش سرکرده خود هاشان بردند و با فرموده سرکرده بندی را پیش انداخته به بخارا راندند. فردای آن روز یادگار در بخارا بود. او را از حضور خوشبیگی برآورده از رسته قندلات فروشی که حالا آنجا استانسی الکتریک است گذرانده از پیش مدرسه ایاز به طرف دست چپ گرداندند. وقتی که از گذر قاضی ارده گذشتند یادگار گمان کرد که خودش را به حوالی فتح الله گوسفند جلاب میبرند و دوباره به دست عظیم شاهش میسپارند. لیکن این طور نشد. وقتی که پیش کوچه میرشبخانه رسیدند به طرف دست راست گردانده به بالای 1 تل برآوردند و به دروازه 2 طبقه‌ای که پیش وی سربازان پاسبانی میکردند در آوردند. در راهروی دروازه به پیش خانچه نگاه داشته به پایش اشکیل به گردنش جل زدند. از آنجا نوکران بازگشتند. 2 شخص دیگر که به گردن یادگار جل زده بودند او را با 1 راه تنگ تاریک پیش رانده به 1 خانه تاریکی در آوردند. کسی را دیده نمی توانست، اما از صدای جل و اشکیلی بسیاری معلوم می شد که در آنجا بندیان زیادی هستند. کسانی که یادگار را به آنجا در آورده بودند او را به گوشه گذاشته خود بازگشتند و به در خانه قلف زده پس کار خود رفتند. بعد از چند دقیقه چشم یادگار به آن تاریکستان رام شده باشندگان آنجا را دید. بعضی با جیل، بعضی با اشکیل، بعضی مانند خودش با جیل و اشکیل خوابیده بودند و با پایهای بعضی کنده و بعضیشان دست کنده زده بودند. 1 گروه دست پاک شادگان در میان جای آن خانه یا گور زندگان که در آنجا از سوراخی سقف روشنایی مانند چراغ بیوزنان می افتاد حلقه گرفته نشسته بودند. بعضی اینها غلافی کارد می دوختند، بعضیشان توری ورتیش، بیدانه یا قفس می بافتند و یا با یگان هنری دستی میده دیگر مشغولی می کردند. لباس بیشترین اینها دریده و چرکین بود، اما در زیرشان پلاس هیچ نبود. از دراز شده رفتن موی سرشان معلوم می شد که سالها باز آنها روی سرتراش را ندیدند. یادگار پس از آن که همه این حال را یگان از چشم خود گذرانید از بندی که به نزدیکتر خودش خوابیده بود اینجا کجاست؟ گفته پرسید. آن بندی پس از آن که به افت و اندام یادگار با تعجب نگاه کرد گفت مگر تو داخنده ای هستی که از کوهستان نو آمده ای و خودت بندی شده باشی هم هنوز کجا بودنی اینجا را نمیدانی؟ اینجا را زندان میگویند و یکی از بندی خانه های امیر است. مگر امیر بندی خانه های دیگر هم دارد؟ گفته پرسید یادگار. امیر چند چیز دارد. دار دارد، منار دارد،
نقاره خانه دارد، زندان، آبخانه و کنه خانه دارد. آدم را کشته به دار می آویزد، یا زنده و زار از منار، یا اینکه از نقاره خانه می پرتاید که آدم تا به زمین رسیدن مانند مشک پرآب می شود. یا در آبخانه می اندازند که آنجا موافق نامش مانند خلاجای است. یا به کنه خانه نگاه می دارد که در آنجا کنه ها را پرورش کردند. آدمی را که به آنجا اندازند، آن کنه ها گزیده عمرش را به پایان می رسانند. یا به اینجا می اندازند که نام این موافق خودش زندان، یعنی گور زندگان است. روز به بیگاهی رسید، اما درون زندان مانند آنکه آفتاب فرو رفته باشد تمام تاریک شده بود. در خانه گشاده شد. 2 نفر زندانبان در آمده چیزهایی را که هنرمندان زندانی بافته و یا ساخته بودند غنداشته گرفتند و به دست هر کس یک پارچه نان خشک داده در خانه را باز قلف زده رفتند. بعد از خوردن نان غیر از یادگار همه را خواب برد، اما یادگار ساعتی 100 بار از این پهلو به این پهلو گشته عاقبت کار خود را می اندیشید. چیز که نگذرد امشب هم گذشت. برابر افتادن روشنایی از سوراخی زندانیان از خواب بیدار شدند و با چخوری هایی که به نزدیکی جای خوابشان بود قضای حاجت کردند. هنرمندان باز به کار مشغول شدند، اما از زندانبان هنوز خبری نبود. آتش اشتهاها بالا گرفت. گرسنگی دود از دماغها برآورده همه را در جستجوی خوراک انداخت. روز قریب پیشین شد، هنوز از این زندانبان خدا بی خبری نیست، گفت یکی. دیگری گفت رفته در را زدن در کار است، وگرنه وی کی که خودش خواهد همان وقت می آید. از گوش نماندن من و تو چی پروا دارد؟ اشکمی سیر را چی پروایی اشکمی گرسنه گفتند. آره، در را زدن در کار است، گفته. 2 نفر رفته در را کوفتن گرفتند. زندانبان آمده در را گشاد. تا نانشته کردن هم طاقت نمی کنیده؟ گفته دهشتی کرد. با آدمان خود فرمود چند نفر از بندیان را به یک زنجیری دراز بندانید. یکی از بندیان مرا هم بند، گفته خود را پیش انداخت. نه، زندانبان گفت تو دیروز برآمده بودی، باز بعد از 2 روز به تو نوبت می رسد. زندانبان با آدمان خود بندیانی به زنجیر بندانده اش را قطار کرده از زندان برآورد و از بلندی پایانتر فرآورده به کنار راه همه را قطار کرد و به زنجیری که با وی بندیان را بسته بود چند زنجیر دیگر را پس هم بسته نوگش را به دروازه زندان رسانیده از تگ آستانه گذرانیده به درون زندان بربست. بندیان در سر راه قطار شده آینده و روندگان را دعا کرده چیزی می طلبیدند. مردم به قدر حال بعضی نان و بعضی پول داده می گذشتند. بعد از 2 ساعت زندانبان آمده همه نان و پولهای را که به پیش این گدایان بندی جمع شده بود گرفت و دیگر باره همه‌شان را پیش انداخته به زندان درآورد و به جای اصلیشان گذاشت. پس از آن نانهایی که امروز به گدایی جمع شده بود یک مقدارش را به بندیان تقسیم کرده داد. یکی از بندیان به زندانبان گفت پولهای نقده همه از آن تو شود، لیکن از نانها به قدر سیری به ما ده. نان شب شما را من از کجا یافته می دهم؟ حالا هم از نیم زیادترش را دادم، باز چی می گویید؟ گفته زندانبان از در برآمد و در را از بیرون قلف زده رفت. فصل 19. دعای نجات. امشب من خواب دیدم که همه ما از زندان خلاص شده ایم، گفته یکی از بندیان دیگران را از خواب بیدار کرد. دیگری به آن که سری خود را بردارد خلاصی را خواب دیده ای، لیکن این خوابت را با آب گوی، گفته وی را مسخره داشت. 3. اگر پول باشد خلاصی آب و آسان،
همه گپ به سر پول گفت. چهارمی پس از قاق قاق خندیدن گفت: خب علاج آسان یافتی. اگر پول می داشتیم از اول من و تو بندی نمی شدیم. همین پولی سبیل مانده نبود که در بند افتادیم و هم در این گورستان زندگان دراز ماندیم. عبدالله بای بچه غجدوانی را ندیدی؟ چند کس را خانه ویران کرد، بستری چند خانواده را سوخت. در دهه چرمگران غجدوان در میانه مردم روی راست یک کس را به شکمش کار زده کشت. پول که داشت، با وجودی دستگیر شدنش زود آزاد شده رفت. من و تو چیکار کردیم؟ خری را ایش، پیشکی را پیشت و سگی را تو رو گفتیم. گناه من آن است که بعد از 10 سال خدمت کردن یک پول مزد گرفته نتوانسته از در خانه جلال الدین امین غجدوانی گریختم. وی خانه سوخته که قاضی شناس حاکم شناس بود، مرا دزد گفته نشان داد و این روزی سیاه را به سرم آورد. کاش که با اندک مندک پول راه خلاصی یافته شود. برای راضی کردن این حاکمان گوش نمرده خونبه های من تو هم نمی رسد. من یک علاج یافتم که به اندک پول به دست می درآید. گوینده هنوز سخن خود را تمام نکرده بود که گوی فرمان این علاجی ارزان بهایت چیست؟ گفته همه گوش و گردنها به طرف وی سیخ شد. در گذر خواجه اسبگردان فرمان گفت: داملا قطب‌الدین نام یک ایشان دعاخوان هستند. این کس به قشلاق ما دلکشای بیرون رفته آی دارند. یک روز به قشلاق رفته بودند که مادرم حالی مرا به آن کس عرض کرده دعا و تومار پرسیده است. انا همین بازوبند را، گفته فرمان بازوبندی را که در زیر کرتش به بازویش آویختگی بود نشان داده به نیت نجات یافتن از زندان نوشته دادند. مادرم از روی بود 2 تنگ نظر داده است. خرسند شده گرفته گفتند که این را هم نمیدادید ضرر نداشت. هر وقت پسرتان خلاص شود خودش موافق طب نظر میداد و پسرتان فهمانید که اگر دیگر بندیان هم طالب دعا و تومار باشند من نوشته میدهم. نرزش را اگر چیزی داشته باشند میدهند، اگر نداشته باشند بعد از خلاص شدن دهند هم ضرر ندارد. ما خدایی خدمت کردن میگیریم. اگر بندیان طالب شوند من به خود زندان هم رفته به نام هر کس دعا نوشته میتوانم. قشبیگی و میرشب از مریدان من هستند. برای رفتن به زندان به من راه میدهند. فرمان حکایت ایشان را به اینجا رسانده گفت. شمایان به دعا و ایشان اخلاص داشته باشیتان یا نی گفته من این واقعه را نگفته بودم. امروز که گپ یله شد گفتم اگر طالب باشیتان هر وقت مادرم به دیدن آید تعیین میکنم ایشان را گرفته می بیارد. گوی به مادرت بیارد. یک بندی گفت پول که نگیرد از ما چی می رود؟ شود آبی نشود للمی. اگر دعایش نفع نکند هم ما هیچ چیز بای نمی دهیم. خشک و خالی هم نمی شود ده. دیگری گفت بسیار نیک کم سری فال گویان یکان چیزی یافته دادن امان در کار است. از زندانبان جاگاهی 1-2 جلد ساعت توری قفس و کلپوشی بچگانه بافته میمانیم. هر وقت ایشان آید همین چیزها را با وی سری فال گویان میدهیم. از 2 سر اگر به ایشان ندهیم هم از این قدر مهنت به ما فایده ای نیست. و ما یک لب نان خشک داده همه چیزهای ما کار کرده برآورده را زندانبان فروخته میخورد. گفته بندی دیگری هم به آوردن ایشان دلالت کرد. شما گفتار 17 را از سلسله خوانش بدیعی از داستان استاد صدرالدین عینی داخونده شنیدید. راوی حبیب الله عبدالرزاق.